رحمت دوستان که اومدی مادر ما رو خبر گرفتی. هیچ گپ نی دوستان، دوستی برای همین خیر روزها است. میدونم خیلی هیچ گپ نی، ذیقی نکن، ما هم وقت دوست بودیم و دوست خواهیم. انشالله به فکرم تو میگوی مادر ما سوز میشود و خیلی انشالله یاری میدیم، انشالله از دستمون میامده رو میکنیم. اکنون این اشیا خدا میدوند که چی گپ میشود، اما ما باید باور کنیم. فهمیدیم؟ خیلی نمیخوای دوستان. انشالله خداوند خودش میدوند. البته. محمد تو در اینجا چی کار میکنی؟ من در اینجا کار میکنم. تو ایزا نمیکشی؟ آخیر برای چی من ایزا کشم؟ تو برای چی در اینجا کار میکنی؟ گوش کن محمود، من مجبورم. پدر من از دنیا رفتگی است. یک مادر بیمار دارم. من او را باید نگاه میکنم. محمود گوش کن، تو پدر داری، مادر داری، تو را نگاه میکنم، اما من هیچ کس ندارم. من مجبور به طور پدر لباس مکتبی میخرم، اما من باید به خدا بخرم. زندگی ما تلخ است. خدا به یک کس میدهد اما به کس دیگر نه. خدا از این بد نکنه. تقدیر من همین بود. چیکار کنم؟ من به تقدیر تن دارم. یا چرخ و فلک است. تو هم یک گنبوی نمیمونی. روزه میشود به حال من گرفته میمونی. اما من با سخنهای تو خفه نیستم، چون که تو حیات رو ندیده ای. ما رو ببخش محمد جان. من نمیخواستم دلی تو رو رنجونم. من خیلی چیزها رو نمیدونستم. ببخش مرا. من با مهر پدرم کلان شده هستم. من از عذابهای تو خبر نبودم. نتوانی تو مرا ببخشی؟ بله حتما. برادر یک دقیقه هم در اینجا مان کن. دوستان باید داری؟ باید دارم. روزی ما و تو
پایافزال تازه میکردیم. اما تقدیر رو بین که خداوند همه چیز رو برای ما داد. بیا با این کودک یاری دهیم. چی گفتی؟ فکری بهترین است. با خدا فکری بهترین است. کنی خیز دوستان یاری دیده اگر یکان مشکلی داشته باشد با او یاری میدهیم. خیز دوستان. سلام علیکم دادر جون. و علیکم السلام. خوب هستی دادر جون؟ سلامتیت خوب؟ انشاءالله. یک دقیقه شما رو ممکن است؟ بله. در اینجا چی میکنی دادر جون؟ من برای نصف روزی اینجا پایافزال تازه میکنم. تو اویله نداری؟ یک مادر بیمار دارم و خلاص. پدر در کجاست؟ پدرم وفات کرده. بعد خودت مادرت رو نگاه بین میکنی؟ بله. در یک روز چند سوم کار میکنی؟ در یک روز 6 تومانی. دادر جون غمگین نشو. حیات با ما هر گونه راه را نشان میدهد. روزی من هم با مانندی تو پایافزالی هر گونه مردم نامرد را تازه میکردم. اما با روزی خداوند من صاحب همه چیز شدم و امروز این گونه ماشین ها رو میبینی آرزویش رو میکردم. اما من به خدا باور داشتم و با من همه چیز را داد. روز تو هم صاحب همه چیز میشوی. من برای بیماری مادرت به تو کمک میکنم. همه را خوب میکنم و به تو پول میدهم. داروهای مادرت را هم میخرم. اما تو مرد برین طاقت کن. همین گونه مردیت را دوام ده و من به تو یاردم میکنم. تو رو با مثل دادری خود نگاه بی میکنم و مادرت رو با مثل مادری خود. بیا جمع کن چیزهایت را. تو را میبرم از اینجا و به تو یاردم میکنم و به مثل دادری خود تو رو به خانه خودمان میبرم و مادرت را هم میارم. میلش بکا جون غمگین نشو. بیا همین گفته‌های خودت میبریم کودک رو در خانه نگاهبانی میکنیم و به مادرش هم یاردم میکنیم. مایلش دوست میشویم.